نوارش داوجم برادر پرست ممکنه. السلام علیکم برادر عزیز شیروینر چخلین سوزاکین خوباکین برادر عزیز گفتگیم کدامید که подписаться میمونین لایک میمونین کامنتاریو چوت کامنت نویسونین برادر تا آخری مورا 300,000 подписчик شدیم 50,000 موندگیم برادر جونم پس ای فراموش نکنین که ماشین میمونم برادر اینا گفته استم تون برای هم قدر دیر نمونین هر یک ویدیو را پیگیری کنین نگاه کنین که چی میشه چی نمیشه پس ایش ان شاء الله یا ماشینچه چوت کمی مونم و خوب گوش کنین کلامی که میخواین که هیجومه ارزون به پولی که پروست هم بانکوش پولش همیتی خلاص برادر جونم مرحمت اینا نمبر میبره زنگ زدن برادرایی که میخوای خولیگان بشه اگه من سوید نمیتون خولیگان شدن خولیگان نشه مقصد برادرایی که مشق میکنه واسه حواس دارم که همه گوشت چراغ پراغ میشکنم این خیلی میشکنه خیلی شک نکرده چه میخوای گوشت بشکنیم انا اجا نمبرش میبره برادر جون زنگش بزن برای هر دی گوشت میشکنه این برای سپارتمنت های برادر جون مقصد سپارتمنت کومی داد فرقش نیست کدام داد در کار زنگش بزن بگو که کانال بگو لنگاری گرفتگی میره جوره گوشت قدی دستود میشکنه و دیتا میره خدا حافظ خدا نگهبان تو موشه نورا لایک برادر عزیز موضوع چی است موضوع در این است که برادر عزیز من نمیدونم همین بچه‌ها چخیل میرفته باشن میروان مجبور هم دخترا را گپ میداده باشن من یعنی تو نبنایسونیم برادر من نمیدونم این مسئله را برادر جون من الله شاهده که من نمیدونم پروست من اینترس نه امینو میروان مجبور گپ میتن یا که نمیدونم مینوشن یا که من نمیدونم دیوونه هن یا که من نمیدونم چی دردی دیگه دارن یا زنشون میفورن من نمیدونم اگر زنشون فورن زنش پدر مادر فرزنداتون زن بتین ایوی که میبرن زندانشون میکنین ایوی که میبرن زندانشون میکنین زنشون بتین ما در هر یک ویدیو پفتور میگم که برادر عزیز وقتی کار کنی اومدین کار کنین همین بایلامت باشه دختر خودش پیشت میوید موجه نشیده دیگه نشیده میکفم من گپورا میگم نه این گپورا گفتن ممکن نیست یعنی درست نیست برادر عزیز نه که میگم تون که ای مردم ای برادر ای دو درکای کار کنیم همه سوم در جیبکت باشه یا جدا کار کن یا جدا برای کار کن خونه و در طبق یا ماشینچه در تایپوت کن همه زن خودش میوید همه زن خودش با پیش میاد میگه که بگیر در حالتی که برادر عزیز خود مایلی نیست شویله دینه باشه برای چی پیشون میرین برای چی میرین گپ میپرتین برای چی شما میبینین که هر روز همین کارو شیده استن نه شما تو همین کارو دا میرین دست میزنین برادرای محترم من بخدا نفهمیده استم بچه کمه یعنی باشه بقپن خطونا کار کنی و مگین حوزی در می سال زمان یکم کس ایقیب تون گپ نمیزنه یکم کس کی دلش میسوزه پدرت مادرت کی اکاو دارد او رفیقی داری با رفیقت میره ده جای دیگه میشینه میگه خوبش کردن یه مردکوی خوب موجود پدر مادر رو بشنوین مرا من خواهش میکنم از شما کمی هم باشه فرزندکو را بفهمونین اوخین اینمی عاقبت همی ترمشوی های عاقبتش ترمه میشه شرط های که دو در جانو شرط های که من امی پکلینیو را میبینم همش با پتسانه کن مایده هن سبحان الله ای دو دارو من بخدو که پروست هم میبینم تون زیق میشم حیاتی خطون هم میسوزونین ایجا با ایجاش که نو بود با درون دا دروماتی سبحان الله اوجاش میدانی با چه خیلی های با همیتاری ستیا ببرند ای مردکوی خوب کمی هم باشه اندیشه کنین فکر کنین کلاتونا کار بفرمونین حیاتی نازنینی خشروی خطا سوزونده است حیاتی نازنین تا بچه گومش کنین نه برنسنش نه گاب بتین نه ایچی ما چی بگم تو نه بچه اونا شعو برای دنیا پری بیوه های
آخه او شام زینو های او دیگری شام زینو های یا جای دیگه شام برای زینو های او کرم زده او قدر خطا قپیده نمیتونی. ای برادر عزیز ای سبحان الله الله مرا ببخشه ما شما را راه تونی شو نمیتونم که برای یک بیوه بگی برای یک گسینسه دا برای دامش بگی نمیتونم گفتاتون نکنین. اگر برای که کردی یقین بدون که در خانواده در رزق در جان در مال در تمام چیزت کسرتی می آید در تمام چیزت کسرتی می آید. برای هم قدر سبحان الله شما باید بفهمین چیکار کنین شما باید بدونین چیکار کنین حیات نازنین اختان سوزونده استین. خدا حافظ پرگپی نمیکنیم. خدا نگهبان تو تک 5 منوت گپ زدیم. خدا نگهبان تو موشا باور کنین پروستا حیات اختان نمیسوزونین. احتیاط کنین حیات اختان میسوزونین. حیات پدر مادر تا ایمی تولد شدگی کو پشیمون میشه. یک عمری هستی کو سبحان الله نامت بد میروه. یک عمری هستی نامت بد میروه. در پیش همسایت در پیش رفیق در پیش خیش تبورت در پیش اکاود و در پیش همه. خدا حافظ. خدا